قانون جذب آرامش. این تکنیک ها در قالب جذب آرامش به شما آموزش داده شده و به شما کمک می کند هم خودتان زندگی شیرینی را تجربه کنید و هم اعضای خانواده و دوستانی که در کنار شما هستند شرایط خوب و نرمالی را حس کنند. قانون جذب آرامش و کسب موفقیت. یکی از تأثیراتی که قانون جذب آرامش برای ما به همراه دارد کسب موفقیت است. وقتی شما بتوانید آرامش را در زندگی خود ساری و جاری کنید، می توانید افکار خود را بر روی آنچه که می خواهید متمرکز کرده و تنها به موفقیت فکر کنید. این تنها یکی از تأثیراتی است که جذب آرامش میتواند برای شما به همراه داشته باشد. پس اگر دوست دارید به تمامی اهداف خود در زندگی دست پیدا کنید، سعی کنید در دوره‌هایی که تکنیک‌ها و اصول جذب آرامش به شما آموزش داده می شود شرکت کرده و زندگی خود را دستخوش تغییرات و تحولات فراوانی کنید. تکنیک جذب آرامش. مورد مهم دیگری که خوب است در مورد آن نیز اطلاعاتی داشته باشید، تکنیک هایی است که به شما کمک می کند تا جذب آرامش داشته باشید. هر کس که این تکنیک ها را به خوبی آموزش دیده باشد و به صورت عملی آنها را در زندگی به کار ببندد، قادر خواهد بود آرامش زیادی را در زندگی خود به وجود آورد. در ادامه برخی از تکنیک های جذب آرامش را به شما آموزش خواهیم داد. مدیتیشن جذب آرامش یکی از روش‌هایی که به شما کمک می‌کند تا به آرامش رسیده و زندگی شیرینی را تجربه کنید، مدیتیشن جذب آرامش است. معمولاً برای انجام این کار فرقی نمی‌کند که بر روی صندلی نشسته باشید یا بر روی زمین. باید شرایط شما به گونه‌ای باشد که کاملاً راحت بوده و هیچ گونه سختی را حس و لمس نکنید. البته حواستان باشد که این شرایط راحت نباید به گونه‌ای باشد که شما حس خواب آلودگی پیدا کرده و خوابتان ببرد. چشمهایتان را ببندید و سعی کنید به هیچ چیز دیگری فکر نکنید. در طی مدت زمانی که چشمهایتان را بسته اید، دم و بازدم را به حالت کاملا عادی انجام دهید. سعی کنید حس آرامش را در تمامی اعضای بدنتان به وجود آورید. اگر دوست داشته باشید می توانید تعداد دم و بازدم‌های خود را بشمارید و یا به صدای ساعت توجه کنید. در هر صورت سعی کنید آرامش داشته باشید. هیچ چیزی نباید برهم زننده این آرامش باشد. توجه داشته باشید در این روش آرام سازی قرار نیست شما به آرزوهای خود فکر کنید. تنها هدفی که انجام این حرکات دارد آرام کردن ذهن است. شما با این کار هر گونه مقاومتی که دارید از بین رفته و ارتعاشات شما افزایش پیدا خواهد کرد. با انجام مراقبه نقطه جذب شما نیز تغییرات قابل توجهی خواهد کرد و در شما حالت پذیرش به وجود خواهد آمد. پایداری این مراقبه به اندازه‌ای است که حتی وقتی شما انجام حرکات را به پایان میبرید، می توانید خواسته هایی که از قبل به سمت کائنات فرستاده بودید را تجربه کرده و حالت پذیرش همچنان در وجود شما باقی خواهد ماند. این یکی از مهمترین تأثیراتی که انجام مدیتیشن می تواند برای شما به همراه داشته باشد. رها کردن اتفاقات ناخوشایند گذشته. تکنیک دیگری که به کمک می کند تا جذب آرامش داشته باشید و آرامش را در همه احوالات زندگی خود به وجود آورید، رها کردن اتفاقاتی است که در گذشته برای شما پیش آمده است.
شاید برخی افراد با شنیدن این جمله اظهار کنند که هیچگاه نمی‌توانند حوادثی که در گذشته برای آنها پیش آمده و یا افرادی که در گذشته رفتارها و اعمال ناراحت کننده‌ای برای آنها رقم زده‌اند را فراموش کنند. توجه داشته باشید که در ابتدای امر ممکن است این موضوع اندکی سخت و غیر قابل انجام به نظر آید، اما بعد از مدتی تمرین انجام آن به راحتی امکان پذیر خواهد بود. به همراه داشتن همه اتفاقاتی که در گذشته به وقوع پیوسته و باعث ناراحتی شما شده، درست مانند آن است که شما همیشه یک کیسه زباله بزرگ و سنگین که با زباله‌هایی بدبو پر شده است را با خود از این طرف با آن طرف ببرید. در این شرایط تنها کسی که احساس خستگی و ناامیدی می کند تنها شمایی و نه کسی دیگر. الان زمان آن فرا رسیده است تا کیسه‌ای که باعث درد و ناراحتی شما شده است را بر زمین گذاشته و آن را خالی کنید و سبکبار و بدون هیچ نگرانی به زندگی خود ادامه دهید. انجام تنفس شکمی یکی دیگر از راه‌هایی که به شما کمک می‌کند تا بتوانید جذب آرامش داشته باشید، انجام تنفس شکمی است. هر زمان که ناراحت هستید یا مسئله‌ای پیش آمده که موجب خشمتان شده، حتما این ترفند را امتحان کنید. حواس خود را از اتفاقاتی که در اطرافتان وجود دارد پرت نمایید. این تنفس را هم می توانید به صورت نشسته و هم به صورت خوابیده انجام دهید. تنها نکته‌ای که باید با آن دقت داشته باشید این است که به هنگام تنفس باید شکم شما موقع دم و بازدم بالا و پایین برود. این روش مزیت‌های زیادی دارد که تنها یکی از آنها ایجاد آرامش در وجود شماست. برخی تحقیقات حتی نشان داده است که این روش میتواند باعث کاهش وزن افراد نیز شود. پس هر زمان که احساس ناراحتی و خشم کردید، حتما این روش تنفس را نیز امتحان نمایید. ممنون میشم کانالم رو سابسکرایب کنید و ویدیو من رو لایک کنید.